شروع کنیم. ضبطش هم درست شد. خب دوباره سلام عرض میکنم خدمتتون. شب یلاتون که شبش گذشت ولی مبارک باشه. امیدوارم شب بهتون خوش گذشته باشه. و با هم قرار یک مبحث تکست خوانی به عنوان مثالی که اگه کسی بخواد مراجعه بکنه به تکست بوک چجوری مراجعه بکنه، چه کارهایی انجام بده، با هم میخوایم چنین فصلی رو بررسی کنیم. تقریبا چند ماه پیش بود یه جلسه راجع به اصلا خود این نحوه کلی تکست بوک خوانی صحبت کردیم با هم. اینکه وقتی شروع میکنیم چه کارهای قبلش انجام بدیم، چجوری بخونیم، یه سری تکنیکای کوچولی صحبت کردیم. این بار به عنوان یه مثالی و تمرینی برای اون ساعتایی که انجام دادیم این فصل AKI رو با هم بررسی میکنیم. فصل سنگینیه و این فصل که انتخاب شده از عمد انتخابش کردم، از اون فصلایی که پر از اطلاعاته تو کتاب و آدم احساس اوورولم بودن بهش دست میده. خودم که فصل رو میخوندم اولین باره که خوندم بودم چنین حسی داشتم که این همه اطلاعات، خب قراره چه اتفاقی بیفته، قراره چه کارش بکنم. امیدوارم که حالا پایان این یک ساعت و ربع صحبتی که این ورتر اون ورتر با هم داریم بتونم یه مقداری بهتون کمک بکنم تو این نقطه که شاید بشه اینها رو بهتر باش کنار اومد. من با اون روتینی که خودم پیش میرم خدمتتون میگم و حالا هر سوالی هم بود لطفاً بنویسید در چت باکس، من نگاه میکنم به سوال. امیدوارم که فرصتی داشته باشین که این فصل ها رو یه پیش مطالعه کرده باشین و با هم شروع کنیم. بخوایم قبل از اینکه شروع کنیم دارم میخوام یه موضوع براتون توضیح بدم، یه موضوع به عنوان اون کادر قرمز رنگ. 3 نوع یادگیری در آموزش پزشکی ما داریم. یه فردی سوپرفیشال لرنره، دیپ لرنره یا استراتژیک لرنره. اولین کاری که من میخوام بکنم قبل از خوندن یه موضوع اینو برای خودم مشخص میکنم که میخوام با چه شکلی این فصل رو بخونم. من الان چون بحثمون این روش های یادگیری نیست، این تایپ های یادگیری نیست، خیلی مختصر میخوام بگم، قطعا ساده سازی بیش از حد داره حرفام. سوپرفیشال لرنر میشه جزوه خونی سریعی که بتونم یه نمره‌ای بگیرم، امتحانم پاس بکنم، نمره خوبی بگیرم، نه لزوما نمره بدی. یا شما هم خیلی ها دیدین که احتمالاً در طول ترم درس خاصی نمیخونن یا اصلا در طول بلاک فیزیوپات چند روز قبل از امتحان شروع میکنن جزوه سریع خوندن، یه نمره قابل قبولی هم میگیرن، حتی نمره خوبی میگیرن و تموم میشه. این سوپرفیشال لرنره. یه دیپ لرنر داریم. سیستمش اینه، مثلا نمره برام مهم نیست، شروع میکنه کتاب خوندن، شاید یه فصل AKI 3 روز طول بده خوندنش، هر روز که براش مهمه که بفهمه. خب این براش مهم، یعنی اون پوینت قضیه فهمیدنشه. سوپرفیشال لرنر نمره خوب گرفتنشه، یه نمره قابل قبول گرفتنشه. به دیپ لرنر میگن نمرت خوب نمیشه این کارو میکنه، یه مهم نیست، هر چی میخواد بشه، من باید بفهمم. تا آخرش هم با این سیستم میره جلو. یه نوع دیگه بهش میگن استراتژیک لرنر. به موقعش دیپ لرنره، اما اینجوری نیست که مثلا بشینه 2 روز قبل امتحانش، 3 روز قبل امتحان، یه هفته قبل از امتحان هریسون رو باز بکنه، سیسیل رو باز بکنه یا هر رفرنس دیگه، نلسون، لارنس بکمن، بگم میخوام الان شروع کنم مثلا تکست بوک خوندن. اینجا این میدونه که کجا مثلا سراغ تکست بیاد، کجا قبل از امتحانشه، وقتشه بره سراغ اون جزوه امتحان. چون بالاخره ببینید چقدر میخواد تحمل بکنه یه فردی که مثلا اوایلش من یه بازه اینا کانورج میشن، دیپ لرنر و با نمره، اما باید بالاخره یه بازه طولانی مدتی تحمل بکنه که من دارم کتاب میخونم، یه نفر دیگه تو کلاس اون لای کتاب حالا باز نکرده، اصلا نمیدونه کتاب چه شکلیه و خیلی سریع نمره قابل قبولی داره میگیره، طول ترم خوشگذرونش هم انجام بده. پیشنهاد خب قاعدتا اینه که افراد استراتژیک لرنر باشن، هم دیپ رو داره هم اون نمره امتحانش رو، و این باعث میشه که اون انگیزه بیرونیش هم حفظ بشه.
دیپ لرنینگ انگیزه درونی میخواد. این دوتاش کنار هم پس پیشنهادی که میشه انجام داد. غالبا الان ما داریم راجع به اون قسمت دیپ لرنینگش صحبت میکنیم. این قسمت اول. بعد چند تا آیتم من برای خودم دارم گوشه می‌نویسم که میگم بر اساس اینها حواسم باشه. من قبلا بهتون گفتم نمره دهی که از 0 تا 10 نمره میدم به خودم که نظر خودم چقدر این فصل رو خوب بلدم. این که اوتلاینی برای این فصل دارم اون البته مشخص میکنم یعنی چی. این که میتونم درسش بدم اگه این میگم اینا چون خیلی شخصی سازی شده هست، شاید شما آیتم های دیگه بنویسین. این که میتونم یه مطلبی راجش بنویسم، یه سوالی راجبش حل کردم و یا رفرنس های دیگه مثلا آپدیت و سیسیل چون اصلی ترین جاهایی که من بهش مراجعه میکنم، حالا کلا رفرنس دیگه برای این فصل چک کردم و چک نکردم. خب این کارم الان انجام دادم و بعدش نویسنده رو چک میکنم. بین آقای ویکر و آقای بونونتره دو نفرشون بسیار صاحب‌نظر در فصل AKI هستن. حالا من عکس کتاب‌هاشون رو اونجا گذاشتم، به این معنی نیست که کتاب‌هاشون رو خوندم، صرفاً گذاشتم که این خواستم مراجعه کنم به یک کتاب دیگه راجع به موضوع یک منبعی داشته باشم و بدونم اینا کیا هستن. می‌بینید که اصلا فرد این ویکر یک کتاب نوشته راجع به AKI فقط، یا اون یکی تو کتاب اون اطلس آف کیدنی دیزیز کلا AKI برای به اون سپردن که بنویسه که تو کتاب مولکولار نفرولوژی. از افرادی هستن که همون صاحب نظرن، خیلی بزرگن در این حوزه، به این موضوع حواسم هست. حالا میرم فصل رو شروع میکنم با این مقدمات. راجع به رنگ ها بهتون گفتم، من یه سری اسم های اون بغل گاهی اوقات نوشتم، حالا برای اون حفظ پرایوسی بیمار خیلی روی اسم ها من اون حاشیه رو بهتون نشون نمیدم یا بالا پایین میکنم. این اسم مریضای خودمه، چیزایی که خیلی برجسته تو ذهنم موندن این اسم ها و خاطرات معمولا تلخی بوده باشون. یه اتفاقی افتاده که موربیدیتی یا مورتالیتی به همراه داشته و اولین اسمی هم که اونجا نوشتم تو همین فصل همینه. یه خانومی بودش که با AKI اومد و پرفوریشن روده بود. خب مثلا فکرش هم نمی‌کردم چه این چیزی باشه. پرفوریشن روده بود ولی AKI اومد و اینو اصلا با پایلونفرایتیس اول داشتیم فکر میکردیم هست، درمان میکردیم، یه اشتباه بزرگی کردیم اونجا سرش. خیلی تو ذهنم اصلا مونده، فقط نوشتم که به این موضوع حواسم باشه که AKI میتونه در زمینه خیلی از اتفاقات دیگه به وجود بیاد و باید در ستینگ های بسیاری بهش توجه کنیم. بریم سراغ فصل. هریسون سیستمش اینه که یک مقدمه خیلی کوتاهی میذاره، در حد الان نکنه همین یه پاراگراف اینا گذاشته. بعد میاد اپیدمیولوژی رو میگه، بعد خودش نکنه این ورمیاد اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی رو صحبت میکنه، بعد در نهایت میره اون منیفستیشن هاش و درمان و پروگنوزیس و کامپلیکیشن. تقریبا با این سیستم داره کتاب پیش میره و تو ذهن ما هم باشه برای این همین شکلیه بریم جلو. تو اینتروداکشن معمولا دفینیشن بیماری رو میگه. پس ببینید چجور صحبت کرده. می‌بینید که دارم میخونم فصل رو، یه AKI برام شروع کرد تعریف کردن. یه اتفاقی میفته که وضعیت اون فانکشن کیدنی ما ظرف معمولا نکن 7 روز. من قرار نیست کتابو از اول تا آخرش مارکر بگیرم بکشم. یک سری جملات و یک سری کلمات رو می‌نویسم اونجا و بهتون الان نشون میدم. من باید کنار هر پاراگراف می‌بینید اینجوری کنار هر پاراگراف چیزایی می‌نویسم، حالا زوم می‌کنم می‌خونیم با همینا رو که بعد آخر سر بگم اوکی این پاراگراف در یکی دو کلمه میخواد چی رو بگه، نه که لازم کل پاراگراف رو بخوام بنویسم. این که صحبت این پاراگراف راجع به چیه. بعضی جاها قطعا این کار خیلی سخته، وقتی مثلا داره علامت ها رو میگه یه کلمه می‌نویسم اوکی ساین های این بیماری، اما باید بدونم این پاراگراف چیه، راجع به چی داره صحبت میکنه. این کلمه دفینیشن رو داره میگه و خودش هم میگه ظرف 7 روز. یکی از کاری که انجام میدم خب اضافه میکنم، مثلا نگاه کنید اینجا از این مقاله نیچر اومدم این گوشه اضافه کردم
برای خودم. اینو گفتم که حالا چون این با این پریویو لپتاپ آوردمش، خیلی زومش رو از یه حدی بیشتر نمیشه کرد. روی تبلت خب کامل زوم میکنم، اونجا خونده میشه. که AKI حواسمون باشه دیوریشنش کمتر از 7 روز میگن و این کتابم تاکید کرده. بعد میره سراغ اکیوت کیدنی دیزیز دیگه، وقتی بیشتر از بین 7 روز تا 3 ماه. قاطعا یک اوورلپی دارن. ناکنش این عکس خیلی عکس خوبیه. AKI قسمتی از اکیوت کیدنی دیزیزه و وقتی دیگه بالای اون 3 ماه میره میاد سراغ کرونیک کیدنی دیزیز. این تعریف هست تو ذهن من باشه. اوورلپ هایی که طراح شکل بسیار دقیقه، به این توجه میکنه این طراح الکی این اوورلپ ها رو نذاشته. فرد ممکنه CKD باشه، AKI روش اتفاق بیفته و بالاخره اون AKD تبدیل به CKD میتونه بشه. یه NKD هم نوشته که نو کیدنی دیزیز هست، بیماری نداره. پس من اینجا حواسم هست به تعریفش. میام پایینتر دارم میخونم این فصل رو. آیا قرار همه چیز علامت بزنم؟ بستگی داره که دور چندم میخونیم چه مقطعی هستیم. ممکنه من که فیزیوپات هستم میخونم بگم که آره AKI این هستش که ویست پروداکت ها و مخصوصا چی اونایی که نیتروژنی هستن، یوریا، اینا تجمع پیدا میکنه. دور دوم قاطعا چنین چیز علامت نمیزنم. این قابل انتظاره که هرچی میام جلوتر علامت های من کمتر بشه و اسپسیفیک تر بشه. ادامه میده فصلو، میگه حواستون باشه که AKI یک بیماری سینگل دیزیز نیست، یک خوشم هتروژنه، یک کلی کاندیشن هستش که یک کامن دیاگنوستیک فیچر دارن، کاهش GFR که ما به شکل افزایش کراتینین میبینیمش. و ناکاین بازش تاکید میکنم. بعد میگه یک جمله پیام کلیدی میاره. خیلی از پاراگراف های هریسون تیک هوم مسیج دارن. معمولا جمله ابتدایی انتهایی پاراگراف این تو درمان میشه، این شکلیه. بعضی وقت تیک هوم مسیج در دل این پاراگراف ها هست. اینجا به نظر من اینه. یه حواسمون باشه AKI کلینیکال دایگنوستیسه و نه یه دونه استراکچرال وان. کلینیک منظورش نیست بالین خالی ها. وقتی میگه not structural one میگه که شما ممکنه بایوپسی بگیری از کلیه، بایوپسیت کاملا نرمال باشه، چیزی تغییر ساختاری نداشته باشی، ولی فرد دچار اکیوت کیدنی اینجری شده باشه. و قطعا الان مثالاشو شما میدونید. مثل چی میشه اینجاها؟ مثل چه حالت اتفاق میفته که اینجوری بشه؟ پرینال باشه. آفرین. کیدنی ساختارش نرماله. یه لحظه من رو کلا دیسکانکت که صدای من الان دارین شما؟ نمیدونم چی شد، یه لحظه من رو دیسکانکت کرد کلا. خب پس اینجا حواسم بهش هست. به مال کوچو جلوتر راجع فصل میاد اپیدمیولوژی رو بحث میکنه که ناکنه خب چیز شایعیه. عددها مهمن تو هریسون. عددی که خیلی قابل توجه باشه. وگرنه خب مثلا علامت نزنیم. به این دوره اول آدم ممکنه اینا اصلا بگه فکر کنه همش مهمه. 5 تا 7% اکیوت کیر رو در ستینگ اکیوت کیر به وجود بیاد مهمه؟ نه. یه قابل توجه صرفا همین. 0 و 100 تقریبا مهمه برای ما عددها خیلی علامت بهش بزنیم. یعنی خب فقط میگیم شایعه دیگه. بله معلومه که شایعه. این همه مریض AKI وجود داره. درگیر اعداد خودمون نمی‌کنیم اینجوری. و بعد میاد این مهم میشه. میگه که سیویریتی AKI رو ما بر اساس افزایش اون کراتینین و شدت و مدت اولیگویوریا تقسیم بندی میکنیم. پس این پاراگراف اون حرف اصلیش AKI استیجینگه. راجع به این میخواد صحبت بکنه. اون بالا هم که نوشته بودم دیگه کنار اون، حالا شما گفتیم پرینال، من کنار نوشته بودم که HRS هپاتورینال سیندروم. هپاتورینال سیندروم خب عملا یه جزئی از شبیه پرینال حساب میشه. در نهایت نکنیم پاراگرافه در یک کوچولو که AKI میتونه از بی علامتی تا کشنده باشه. حالا ما رو ارجاع میده به این جدول.
آیا این جدول در بالین کاربرد داره؟ ما معمولا نمیشینیم حساب بکنیم استیج 1 2 یا 3. خب در بالین از این کار نمیکنیم. AKI هست یا نیست. یک سری ستینگ ها مهم میشه برامون، ولی لزوما اونقدر کاربرد نیست. اینو کی باید بفهمیم؟ خب بالین باشه بفهمیم. الان اینجوری لازم نیست. اما تعریف AKI باید بدونیم. اون تعریفش مهمه که حداقل تعریفش که این تعریف استیج 1 که میگه چی؟ کراتینین 0.3 و یا بیشتر زیاد بشه یا یورین آوتپوت به کمتر از نیم سی سی پر کیجی برای 6 تا 12 ساعت برسه. یعنی تقریبا یه فرد مثلا بگیم 60 کیلویی، من انتظار دارم 30 سی سی در ساعت ادرار داشته باشه. 6 ساعت بگذره 180 سی سی. یعنی مثلا به اون میگن تو اون چارتش این فرد 60 کیلویی در 6 ساعت گذشته کمتر از 200 سی سی ادرار داشته. باید حواسم بهش جمع باشه. این از بین این تعریف‌ها این اولی خب قاطعا مهمه برام، چون بر اساس اینو پر بکنه کاراکتر AKI من پر میشه و بقیه‌اش خب دید شدت رو میرسونه. یه نکته هست راجع اون اینجا باز نکرده هریسون الان، فقط تو پرانتز بهتون میگم عدد 0.3 که نوشته، شاید شما خیلی از نفرولوژیست ها دیده باشین که بر اساس این عدد 0.3 خیلی توجه نمیکنن. بحث خطاست. خب کراتینین تقریبا تا نیم 6 دهم اینا ممکنه خطا داشته باشه در چک کردن ها. این خطا در اصل از جنس allowable error هست. بهتون بنویسم اینجا من. allowable این منظورش چیه؟ منظورش که من یه نمونه داشته باشم، الان رو همون یه نمونه چک بکنم، الان کراتینین بگه 1، همون لحظه دوباره با یه چک بکنم رو نمونه بگه 1.1. این خطای قابل قبولیه برای من. خب دستگاه ما که اکیورسی 100% ندارن. با این فرض که من روی نمونه دارم این کارو میکنم اینجوریه، من این فرض رو میذارم، من شخصا نکلا این فرض رو میذاریم که اگه یه نمونه دوم از فرد بفرستیم فرد تغییری نکرده باشه، اما چون چنین خطایی وجود داره ممکنه کراتینین رو این ور اون ور بگه. خب نیم عدد خیلی قابل توجهیه، یعنی لزوما پس هر 0.3 افزایشی AKI نیست. خب پس برای همین اینجوری نباشه که فکر کنید خب این از 0.3 رفت بالا AKI فلان دیگه اوضاع مریض بد شد. نه، حواسمون باید به این خطای باشه. یورین آوتپوت اینجا مهم میشه. این در مورد تعریف AKI که باید به این نکته 0.3 توجه بکنم. تعریف عدد مهمی، این عدد قابل توجهی اینجا برام. بعد میگه باز میگه سراغ یه سری عددهای صحبت میکنه با درگیر نکنه. خب بله اینسیدنسش بروزش زیاد شده 4 برابرش خب اهمیتی نداره، میدونیم زیاده مهمه که انقدر زیاد شده روش بحث نمیکنیم. و داره صحبت میکنه که خب AKI بحثش اینه چه اهمیتی داره؟ این هاسپیتال مورتالیتی رو زیاد میکنه. پس من اگه خواهم مثلا دوباره این فصل رو بخونم احتمالاً این جمله رو کلا خط می‌زدم، یه این هاسپیتال مورتالیتی رو فقط مارک می‌کردم. یعنی پس اهمیتش اینه. بعد همینجوری میره جلو نکنه راجع به این صحبت نیست، جملات خیلی واضحی میگه. خب معلومه که هرچی کراتین بالاتر باشه اون دیوریشن بیشتر، موربیدیتی مورتالیتی بیشتر. اینا رو علامت نزنید، به این دید نگاه کنید که بخوام دوباره این پاراگراف رو نگاه کنم باید سریع بتونم مرورش بکنم. باز دوباره سری عددهای میگم عددهای به جز 0 تا 100 اهمیت چندانی برامون ندارن. و میاد جلوتر میگه خب بله AKI ریسک بیماری مزمن کلیوی رو زیاد میکنه، چیز واضحیه که این کار رو انجام میده. اما اهمیت این پاراگراف کجاست؟ اینجا سایت آف اینجری در جامعه اتفاق افتاده یا در بیمارستان، اینا رو باید بدونیم. پس من الان از اول فصل میگم AKI تعریفی داشت، زیر 7 روز عددش اونجا بود 0.3 و یا نیم سی سی پر کیجی برای ادرار، در نیم سی سی پر کیجی در ساعت ادرار کمتر از در بازه 6 تا 12 ساعت. این اتفاق افتاده. حالا مریض رو من میبینم، سوال بعدی از خونه اومده AKI کرد یا تو بیمارستان بوده AKI کرده؟ کامیونیتی اکوایرد هاسپیتال علتهاش مهم میشه برام.
علتاش مهم میشه، علتهای شایعش: والیوم دپلیشن، هارت فیلیر، عوارض دارویی، ابستراکشن به خاطر اصلا سنگی، به خاطر بی پی اچی چیزی، مالیگننسی، اینا آوت پیشنت، هاسپیتال اکوایرد سپسیس، سرجری انجام بده، کریتیکال کیر داشته باشه، داروهای نفروتاکسیک. اینا رو با تو ذهنم داشته باشم، چون خیلی کمکم میکنه وقتی مریض رو میبینم که کدوم یکی از ایناست. گم نکنم. بچه وقتی کتاب میخونیم بعضی وقتا مثلا نویسنده یه دفعه جاده خاکی میزنه، گم نکنید. راجع به اپیدمیولوژی صحبت میکنیم، این اتیولوژی نیست. چرا یه دفعه اومده اینجا گفته؟ خب بحث محل اون اتفاقی که داره میافته در اپیدمیولوژی مهمه. الان صرفا میخواد بگه که توجه کن که این هاسپیتاله یا کامیونیتیه و توجه کن که در چه کشور و در چه جایی هست. خوش مونده گفته AKI in developing world، که چرا یه سری چیزا هستن بهش میگن ریجن اسپسیفیک AKI. پس من 3 تا کیورد پیدا کردم از این پاراگراف. کیورد اول هاسپیتال کیورد اول کامیونیتی اکوایرد AKI، کیورد دوم هاسپیتال اکوایرد AKI، کیورد سوم ریجن اسپسیفیک AKI. اینا رو برای خودم می‌نویسم این گوشه. بله تو کشور ما هم هست. از اینکه مار، از اینکه مثلا عقرب، مار، عنکبوت، زنبور، ببینید حالا مالاریا، لپتوسپیروز خب تو کشورمون هست، AKI میده. مریضای ما هم خیلی چون AKI کردن با لپتوسپیروز. اسم بیماریش چی بود لپتوسپیرو؟ کجا هست؟ چه بیماری ایجاد میکنه؟ اون نهایتش، یعنی اون حالت شدیدش میشه ویل سیندروم، ولی در تب چالیزار. دقیقاً. و لزومی نیست که فرد کلا کشاورز باشه، غیر کشاورز هم ممکنه حالا یه ستینگ دوچارش شده باشه و در شمال کشور بیشتره. دقیقاً. میگه میدونید دیگه، سردرد و اون قرمه، اون سافیوژن چشم و بعد اون رشی که پیدا میکنه، از اونور کبد تحت تاثیر قرار میگیره، از اونور کلیهشون هم AKIشون همراه با هایپوکالمیاشون پتاسیم داره دفع میکنه، یه AKI خاصیه و دیگه اثرش رو سیستم های مختلف. اینو من فقط بالد کردم 2 تا بیماریشون تو کشورم وجود داره و پایینیش حتی کراش اینجری و ربدو که منجر در ستینگ زلزله. یه چیزی هم میخوام اینجا اضافه بکنم، ربدومیالیز در ستینگ مسمومیت. این هم تو کشورم خب خیلی زیاده. بیمارهای ما که اوپیوم پویزنینگ هستن، مسن هستن، تقریبا همشون تو بیمارستان وقتی دست ما میرسن در ستینگ مسمومیت ربدو پیدا میکنن. حالا مالتی فاکتوریاله، از اینکه اون بازه هایپوکسی کشیده تا قبلش برسه، از اینکه بی حرکت افتاده، سیجرش حالا ممکنه جدا از خودش کمک کنه به این قضیه و علتهای دیگه ای. حالا بعد این فردی که مستعده الان این قضیه ربدومیالیز پیدا میکنه که بعد اون میوگلوبین میاد آسیب میزنه. پس علاوه بر زلزله، ستینگ های مسمومیت، اینا با حواسمون بهش باشه. پس این کیورد های اینجا ریجن اسپسیفیک AKI. میریم قسمت بعدیش، میاد دیگه سراغ اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی. ببینید یه خودش شکلی ما رو ارجاع داده. الان ما هم رو همون شکل صحبت میکنیم، چون ببینید خیلی اطلاعات داره این فصل. من باید آتلاین در ذهنم داشته باشم وگرنه گم میشم. بیا میگه که شکل چی میگه؟ میگه acute kidney injury. خب acute kidney injury 3 دسته میکنه. پرورینال هست، اینترینزیک یا پستریناله. مشکل خود کلی است، مشکل خونرسانی کلی است، مشکل بعد کلیه، مسیر خروجی کلی است. من برای نکته راجع نگاه کردم به این چیزا بهتون بگم. این شکلا، این درک باز میشه، پشت سرم بسته میشه، این گربه بنده است میاد میره. خیلی ممکنه بپره الان این بالا، بهش توجه خیلی نکنید. من آیا در بالین همیشه قراره به اینا مراجعه بکنم؟ نه. این برای وقتیه که نمیدونم مریض چشه. الگوریتم های تشخیصی برای این وقته.
الگوریتم‌های تشخیصی برای وقتی نیستش که من میدونم مریض چشه. خب تشخیص قطعی دارم. وقتی که نمیدونیم چشه میایم سراغ این الگوریتم ها. کسی که انسایت خورده الان مثلا جوونی که انسایت خورده خیلی بیمارست که مثلا میاد مثلا به یک کراتینین 2، خب میدونم چشه. حواسم هم همیشه به این نکته باشه که نکنه دوچار استرس سرچ ساتیسفکشن بشم که این اصلا یه عامل پیدا میکنم در جا بگم اونه. این بحث جداست که الان راجعش وارد نمیشیم. خب الان من نگاه کنم اینو، میام سراغ قسمت اولش، پری ریناله، قبل از کلیه. خب هر چیزی که اون افکتیو آرتریال بلاد والیوم رو کم بکنه یا آتو رگولیشن کیدنی رو مختل بکنه، آیا این کامله؟ آیا این جدول کامله؟ نه، کامل نیست. آیا کافیه؟ بله کافیه. از کافی هم کافی تره. آیا شما قراره بیاین همش بین اضافه کنین؟ نه، لزومی نداره در این سطحی که میخوایم اضافه کنیم. بله من مثلا برام مهمه که آمفوتریسین مثلا بی مثل سیکلوسپورین اثر میذاره رو رگولیشن، آتو رگولیشن کلیه. اینجا نگفته تو متن گفته یا جای دیگه کتابای دیگه گفته، اضافه بهش میکنم. حالا شما درگیر اینجوری نشین براش. این لیست رو نگاه میکنم که خب فرد هایپوولمیک شده باشه در زمینه مثلا اسهال، در زمینه استفراغ، در زمینه خونریزی، هموریج، هر چیزی، دچار کاهش کاردیاک آوتپوت شده باشه، اون افکتیو آرتریال بلاد والیومش مثلا در ستینگ هارت فیلیر، در ستینگ سیروز کم شده باشه. سیروز به خاطر اینکه NO تجزیه نمیشه، نیتریک اکساید عروق گشاد میکنه و خونرسانی مختل میشه. آتو رگولیشن کلیه رو بحث میکنیم و اونجا گفته که خب 3 تا دارو مهم برامون نوشته، دوتاش برای شما خیلی مهمه، انسید و داروهای ایس اینهیبیتور ARB. سیکلوسپورین برای شما اونقدر مهم نیست و اون دوتای بالایی رو خیلی توجه کنید. در ستینگ اینترینزیک من حواسم باشه اگه خود کلیه بخواد مشکل داشته باشه، کلیه ارگانیه یا عروق داره، یه اینترستیشیوم داره. حالا خود نفرون از چه تشکیل میشه؟ یه گلومرول و کپسول بومنش هست یا توبول. پس یکی از این 4 تا اتفاق افتاده، یکی از این 4 تا آسیب میده توی مشکل اینترینزیک. حالا برای اینکه چون عمده علت‌های توبول و اینترستیشیوم درگیریشون با همه میگیم 3 دسته: گلومرولار، توبولو اینترستیشیال، واسکولار. پس این تقسیم بندی اینجا از این نظره. گلومرولار که خب میشناسین، تمام بیماری هایی گلومرول درگیر میکنن، گلومرول نفرایتیس ها مثلا. توبولو اینترستیشیال این که ایسکمی باشه، چون میدونید توبول های ما الان ما صحبت میکنیم کلیه خاصیت بسیار عجیبی داره، با اینکه چیزی حدود 20% کاردیاک آوتپوت میره اونجا. یکی از نواحی در بدن که بسیار هایپاکسیک هستن در کلیه، کوچکترین هایپووالمیایی میتونه به اونجا آسیب بزنه. پس توبول در معرض ایسکمیک اینجری هست. اینترستیشیوم هم که خب میدونید وقتی میگه پایلونفرایتیس، اون اینترستیشیوم درگیر میشه دیگه، یا هر سپسیسی. و نفروتاکسین ها که اونم به توبول و اینترستیشیوم آسیب میزنن که من نفروتاکسین ها رو در ذهنم باز 2 دسته بکنم: از داخل بدنه اندوجینسه یا اگزوجینسه از خارج بدنه. این تقسیم بندی رو تو ذهن داشته باشیم. اینجوری میگم AKI وگرنه گم میشیم. واسکولار چطور؟ حالا تقسیم بندیش میشه مایکرو واسکولار یا ماکرو واسکولاره و حالا اینجا اومده چند تا مثال زده تو متنشون رو تقسیم بندی کرده. پست رینال چی؟ دیگه یه سری علت‌هایی نوشته که از این بالا تا پایین شاملش میشه که یک شکل خیلی قشنگی خودش این فصل داره روش صحبت میکنیم. من تا این مطالب براتون کامل میگم تا انتهای پست رینال، به نظرم میرسیم تا اونجا با هم صحبت کنیم. پس من الان این چارچوب با تو ذهنم داشته باشم. پیشنهاد من اینه که اصلا بالاخره یه فایلی برای خودتون باز بکنید. خود این فصل این کار کرده، این جلوتر این فصل تو این جدول اومده اینا رو گذاشته.
اما ضرری نمی‌کنین برای خودتون درست بکنید اینا رو. که مثلا من اگر بودم یه چیز می‌نوشتم، یه AKI می‌نوشتم، بعد میگفتم که خب این سه تا حالتش همینجوری به شکل یک آوتلاین میرفتم جلو. اول کیورد می‌نوشتم و جلو میرفتم. حالا بیایم سراغ پیرنال. نکنید سوال اصلی این پاراگراف چیه؟ سوالش اینه: شایع‌ترین فرم AKI چیه و شایع‌ترین علتاش چی هن؟ منم بخوام این پاراگراف رو دوباره بخونم فقط همین سوالا رو نگاه میکنم. شایع‌ترین فرمش خب پیرناله. شایع‌ترین علتاش نگاه کنید: هایپووالمیا، کاهش کاردیاک آوتپوت و داروها NSAID ARB. همین. و نگاه کنید انتظار من اینه که رپیدلی ریورسیبل باشه وقتی این علت برطرف بشه. انتظار من پس اینه. و اگر که این عامل رو برطرف نکنیم منجر به توبولار اینجری میشه. حتی الان نکن اینجا نوشته توبولار نکروسیس، ولی خودش جلوتر میگه نگیم لزوما توبولار نکروسیس، طیف اتفاقات زیادی ممکنه بیفته. پس اگر این ادامه دار بشه منجر به توبولار اینجری میشه. همینه پریرنال. نیام از اول تا آخرش دوباره علامت بزنم. خب قاعدتاً وقتی که این هر کدوم از اتفاقات هست کلیه نمیتونه خونش رو تنظیم بکنه، اون آتو رگولیشنش به هم ریخته. الان پاراگراف بعدی میخواد راجع به این صحبت بکنه که چجوری جی اف آر رو مینتین میکنه و یه شکل بسیار خوب داره که رو همون شکل صحبت کنیم. بعضا به اون شکل توجه کنیم، به کمک میکنه که خیلی ذهنمون منظم بشه. بحث چیه؟ بحث اینه که چجوری کلیه اون گلومرولار یو افشو، آلترا فیلتریشنشو، اون مایعی که از اون سلایه رد شده اومده اونور داخل کپسول بومن رو میزانش رو حفظ میکنه. این شکل رو از یک مقاله نیو انگلند گذاشته تو هریسون، بسیار شکل کمک کننده و خوبیه. اگر نکته‌ای هست نمیدونید، مثلا دارید متن رو میخونید، کنار این شکل ها اضافه کنید. این لزوما هم میگم برای این موقعی نوشتن آدم میفهمه که کجاهاش گیر کرده، کجاهاش خوب متوجه نشده. موقع آوتلاین درست کردن من تقریبا زمانی نیامده باشه، پیش نیامده که شروع کردم با آوتلاین درست کردن و بعد از درست کردن اون آوتلاینی که خدمتتون گفتم یعنی پی به این موضوع نبرده باشم که چقدر قبلش ذهنم نامنظم بوده راجع به این موضوع. تازه قبلش توهم این داشتم که منظم بوده، بعدش متوجهش میشم. ببینید این کلیه نرمالی افرنت آرتری وارد میشه، که بعد گلومرول رو میسازه، یه افرنت آرتری هم خارج میشه. من چی برام مهمه؟ فشار داخل گلومرول، اصطلاحاً اینترا گلومرولار پرشر. من این فشار رو بخوام حفظ بکنم، افرنت هم گشاد بشه خون بیشتری میاد، فشار حفظ میشه. افرنت هم تنگ بشه خون میمونه، فشار حفظ میشه. افرنت تا یه حدی تنگ بشه، من اگه جریان افرنت رو کامل ببندم این جلوتر افرنت میره پریتوبولار کاپیلاری نتورک میسازه که خون رسانی کلیه از همینه. پس کلیه اون وقت دچار آسیب ایسکمیک میشه. پس تا یه حد تنگی افرنت کمکم میکنه. افرنت رو چی گشاد میکنه؟ پروستاگلاندین ها. افرنت رو چی تنگ میکنه؟ آنژیوتنسین 2 که از سیستم رنین آنژیوتنسین آلدوسترون میاد. چی باعث مهار تولید پروستاگلاندین میشه؟ انسید. چی باعث مهار آنژیوتنسین 2 میشه؟ کلا اینهیبیتورهای مسیر رنین آنژیوتنسین آلدوسترون سیستم. پس ترکیب وحشتناک که خیلی هم میبینیم، فرد مسنیه که کلا این کلیه مستعده، داره برای فشارش مثلا یه لوزارتان میخوره، از اون ور حالا یه درد استئوآرترایتیس داره، یه انسید مصرف میکنه. آب هم که زیاد نمیخورن اینا خیلی هاشون، به خاطر اینکه اصلا دست و پاشون درد میکنه، نرن هی دستشویی، یا اینکه اصلا بی پی اچ داره شب پا نشه، بی پی اچ داره اذیتش نکنه دستشویی کردن. هایپووالمیکه AKI میکنه.
ما چندین مکانیزم آتو رگولیشن داریم که این خونه حفظ بشه در کلیه این فشار اونجا. یکیش مختل بشه معمولا اتفاقی نمیافته، چند تا با هم، ولی معمولا ما می‌بینیم که مریض چند تا مشکل رو با هم داره. پس این شکل رو خوب به ذهن داشته باشیم. حالا بعضی از داروهای دیگه هم هستن که میان اینجا اثر میذارن رو عروق که مهم نیست. این اصلش که خدمتتون گفتم. این بقیه پاراگراف باز همین توضیح میده. رو متن نگاه کنید. قطعا رو متن نگاه کنید. آوتلاین برای این نیست که خودم بسنجم که چی تو ذهنم مونده. برای اینه که یک چیز منظمی داشته باشم. دقیق رو متن و حتی این تایتل ها رو ببینید. تایتل ها خیلی کمکتون میکنن برای آوتلاین. اینا رو حتی هم کمترین شکل آوتلاین اینه که اینا رو بنویسین. راجع به رنگ هایلایت ها تو اون ویدیو قبلی صحبت کردم. اونجا هست صحبت ها. اونجا ببینید هستش. آره. خب بعد به این باز داره میاد راجع به چی صحبت میکنه. برگردیم اینجا. ادامه ماجرا. اینو که به اون میگه، میاد اینجا به اون میگه خب دوباره اینا روش های مخالف آتو رگولیشن که از 2 تاشو فهمیدیم، 2 تا دیگه مونده. شما فقط اینا رو عنوانی گوشه رو خودتون میمیسین. مایوجنیک ریفلکس هست و توبولو گرامرال فیدبک. اینجا سوال ایجاد میشه، من شاید از علوم پایین یادم نباشه که TGF چیه. برم نگاه کنم کل کتاب بخونم. پیش آدم این که نه. خب اگه قرار باشه اینجوری برین، هیچ وقت یک فصل رو مثلا این اینقدر طول میکشه یک فصل که باعث میشه که یه مقداری زده بشه نخوندنش. اگر نمیدونید چیه، یه جستجوی خیلی ساده در گوگل این TGF رو می‌نویسم تو گلومرال فیدبک، یه پاسخی بهم میده. اگه متوجه شدم که خیلی خوب، عالی. نشدم، من کاری که میکنم خیلی اوقات یه علامت سوال این کنار ممکنه بذارم که بدونم که اینو نمیدونم، که حواسم باشه که بعداً بهش مراجعه بکنم. که الان مثلا 4 تا مکانیزم گفته که مایوجنیک ریفلکس هست، آنژیوتنسین مدییتد هست، TGF هست. اینا بدونم که این مکانیزم ها برای تنظیم خون کلی نیازه و بدونم که مثلا من فلان مکانیزمشو بلد نیستم. و در نهایت نگاه کنید خط آخرشو، حتی در هلفی ادالت وقتی که سیستولیک بلاد پرشر زیر 80 میرسه این مکانیزم ها فیل میشن. این چیزیه که من باید از این پاراگراف تو ذهنم داشته باشم. میام جلوتر باز دوباره دارم میگه که اوکی نکن صحبت اصلی پاراگراف اینه باز توی کلمه تعیین کنندهای قوی، اون شدت این آتو رگولیشن، اون قدرت این آتو رگولیشن چی باعث میشه که آتو رگولیشن قدرتش رو حفظ بکنه یا چی قدرتش رو ازش میگیره. ببین مثلا تو ذهن منظم کنم ذهنم بگم خب این یه سری عروق بود، یه سری پروستاگلاندین بود، یه سری هورمون بود اینجا داخل بودن. پس اگه عروق کلی آلردی مشکل داشته باشن، مثلا کسی که آتروسکلروسیس داره، کسی که لانگ استندینگ هایپرتنشن داره، سن بالا که این منجر میشه در عروق هایالینوسیس اتفاق بیفته، خب اینا مستعدن. این دیگه نمیتونه مثلا مثل یه فرد سالم تا فشار 80 تحمل بکنه، ممکنه فشار 95 هم مشکل دار بشه. کسی که خودش بیماری زمینه‌ای کلیه داره، CKD داره، توی این نکات چقدر قشنگ به اون داره تاکید میکنه که فرض CKD داره آلردی داره تمام تلاشش رو میکنه که GFR بیشترین میزان ممکن باشه. چجوری؟ میاد افرنت رو گشاد میکنه تا جای ممکن، ایفرنت رو تا جای ممکن تنگ میکنه. ببین چقدر مستعده، داره از حد اکثر توان این سیستمش استفاده میکنه. یه تک برای چی ما میگیم توی CKD انساید ممنوعه؟ بازم میبینیم خیلی از بخش‌ها این کار رو انجام میدن. تو بخش جراحی میبینیم مثلا مریض درد داره کتورولاک بهش میدن، ندین CKDه، یه انساید میدی بهش، الان این مکانیزم پرید، خب معلومه که فردا شاید یک AKI درست حسابی میشه، AKI CKD میکنه.
این عوامل پس قدرت آتو رگولیشن حواسم بهش باشه. هر کدوم باشه آستانه میاد پایینتر و آستانه تحملش با اون 80 میره بالاتر. و یه نکته گفته که خیلی این تهش اینجا مورد پسند طراحاست و اون بحث چیه؟ بحث اینه که رگ کلیه به هر علتی تنگه. مثلا آتروسکلروسیس داره. خب من این دو نکنم وقتی رگ کلیه تنگ باشه، چیزی که خودش توضیح داده گفته که این آنژیوتنسین در افرادی که رگ کلیهشون تنگه خیلی مورد نیازه که تا جای ممکن، چون رگ تنگ باشه بچه‌ها عملاً خون کمی میاد، شما افرنتت هم گشاد بکنی خب خون از سرمنشأش داره کم وارد میشه دیگه. این مکانیسم گشاد کردن افرنت شاید خیلی به دردمون نخوره، ایفرنت رو باید تنگ بکنی. میگه تو اینایی که رگ کلیهشون تنگه، تنگ کردن ایفرنت که خون بمونه خیلی مهمه. حالا تو این مکانیسم ازش بگیری آسیب میبینه. البته تو کی؟ توی چه کسی؟ کسی که دو طرفه رگ کلیهش تنگه یا یه طرفه تنگه ولی سینگل کیدنیه، یه کلیه داره، یا یه کلیهش فقط کار میکنه، توی این فرد شما حواستون ممنوعه دیگه از کانترا ایندیکیشن های سی آی که همیشه کانترا ایندیکیشنه. کانترا ایندیکیشن های ایس اینهیبیتور ای آر بیه. این هم که خب خیلی واضحه که کامبایندشون بد میشه. میاد جلوتر باز داره راجع به همون، هنوزم بحث اون رو گم نکنیم تو کجاییم. باید اینو هی به خودمون یادآوری کنیم بچه. وقتی اطلاعات انقدر زیاده خودم شاید بارهای خودم یادآوری میکنم. من هنوز در بحث پرینال هستم. الان داره علتهای مختلفش رو میگه. یه علت دیگه رسیده به هپاتورینال سیندروم HRS. خیلی شایعه، اینم چون سیروس شایعه و اینم بسیار شایعه و میبینیمش. HRS بعد میگه که در چه صورت این اتفاق میفته، در سری پاتوفیزیولوژی براش میگه اینجا تایپ 1 تایپ 2 های مهم راستش بالینی نه. چیزی که دلش میخواد شما هم بدونید اینه که چنین سیندرومی ما داریم و چه کارهایی باید براش انجام بدیم و با چی باید افتراقش بدیم. هپاتورینال سیندروم برای چی ایجاد میشه؟ در سطح سیروز نیتریک اکساید تجزیه نمیشه. نیتریک اکساید که تجزیه نشده جاش در سیروز کبد تجزیه میشه، این باقی میمونه. عروق گشادن. عروق که گشاد میشه، عروق اسپلانکنیک، خون کمی میمونه که بیاد این سمت رینال آرتری. این انگار شبیه به اینه که داره هایپاکسیا میکشه و حالا شروع میکنه کراتینین بالا رفتن. من اولین چیزی که همیشه در بین کنارش برای خودتون اضافه کنید diagnosis by exclusion. باید بقیه تشخیص ها رو کنار بذارم تا بتونم به هپاتورینال سیندروم برسم. مگه فرد سیروزی نمیتونه مثلا یه استفراغی بکنه؟ مگه ما اینو لاکتولوز نمیدیم باعث این بشه که هپاتیک انسفالوپاتی نگیرن؟ پس اون وسط هایپووالمیان چه کارشون کنه؟ یه مایه اولیه بهشون میدیم. این بهتر میشه بهتر نمیشه. اگر بهتر نشه این احتمالاً هپاتورینال سیندرومه. اون وقت خود حواسم باشه بهش. بیام سراغ بقیه احوال مستعدساز، مخصوصا مثل دیورتیک، و اون وقت میگه ناکام میگه چی ویت هولدینگ فلان، دیورتیک هولد باشه. حواسم به این نکات باشه، مایه عقب نباشه. خود این اتفاق که میافته حواسم باشه نکنه یه موقع دچار SPP Spontaneous Bacterial Peritonitis شده که این به وجود اومده. که تریگر هاشه که والیوم دپلیشنه که خب خیلی شایعه که SPP. و دیگه اگه اتفاقات افتاد درمانش الان فصل بحث نکرده، اینجا الان جلوتر بحثش کرده که میام چه درمانایی بهش میگن که عروق یکم تنگ بشه، خون به اون سمت بره و از این کارا انجام میدم براش. هپاتورینال سیندروم خودش بسیار اهمیت داره. اینکه تایپ 1 تایپ 2 علاوه بر بالینی ما نمی‌نویسیم اونقدر براشون، اونقدر به این توجه نمی‌کنیم. اما چیزا خیلی باید بدونیم که یه تایپ
ناکنین یکش بدتره. AKI چون پرسیستنت AKI اینجا. تایپ 2 یه آسیت داره که آسیت همینجوری باقی میمونه. این راجع به قسمت‌های پرینال. و یه سوالی پرسیدن که چرا ولی در تنگی یک طرفه و کلیه سالم درمان ایس اینهیبیتوره؟ چون اینا که تنگی یک طرفه دارن با چی مراجعه میکنن؟ علامات بالینیشون چیه تنگی یک طرفه؟ هایپرتنشن. آفرین. علت هایپرتنشنش چیه؟ سیستم رأس فعال. بخوای هایپرتنشن رو میخوای درمان کنی الان، اون یک کلیه سالم این هایپرتنشن بالا به دو تا کلیه باز آسیب میزنه. و چون علت هایپرتنشن سیستم رأسه به سراغ این میریم. اون یک کلیه سالم کارش رو انجام میده، اوکی میشه. بعد حالا تا به اون یک کلیه رو استنتی بذار یه کاری انجام بدی براش. سوال بچه تا اینجا سوال؟ تو یوتیوب آپلودش کردم، لینکش رو دوباره میفرستم. تو یوتیوب آپلودش کردم، اونجا هست. سوال؟ خب میاد حالا اون قسمت اصلی فصل رو بحث میکنه، راجع اینترینزیک با کلی علت. ببین هم پیش آدم که اول از همین شکل‌ها رو نگاه کنید که خودش هم مثلا اینو گفته. این برید سراغ این شکل 310. همش که 310 داره 3 اینجا میگم. خب اینترینزیک رینال فیلیر، همون 4 قسمت کلیه رو با حواسمون بهش باشه. و حالا هر کدوم برام بحث کرده اینجا: عروق، اینترستیشیوم، توبول و گلومرول. حالا اینجا خیلی بس گلومرول رو جزء عروق گذاشته. گلومرول دو تا شکل کورتکس رو اون نشون داده، چیزو نشون داده، شکل نفرون ها، که این ما دو تا شکل نفرون داریم تو این شکل، نه توی کلم بدن. یه سری بررسی که محل گلومرول کجاست، نزدیک به سطح کورتکسه که اسمش سوپرفیشال کورتیکال نفرون ها، یا محل گلومرول در نزدیک مرز مدالا و کورتکسه که چون جاکستا یعنی سیچویتد نیر، نزدیک چیزی قرار گرفتن مدالاری، جاکستا مدالاری نفرون. این برای اینکه دو تا شکل رو جدا کرده، علت اینه که خب این نفرون های جاکستا مدالاری یک لوله هنله بسیار بلند دارند که تا اون پاپیلا میره پایین و این پایین مستعد ایسکمیک اینجریه، چون این توی مدالا، داخل مدالا بسیار بسیار فشار اکسیژن میاد پایین. برای همین دو تاشو برامون نشون داده. حالا ببینید از عروق شروع میکنه، میگه عروق کوچیک درگیر بشن از هر واسکولایتیس، اسمال وسل واسکولایتیسی که ما داشته باشیم. قطعا شما میتونید چند تا مثال براش بگین. واسکولایتیس های اسمال وسل که کلیه رو درگیر میکنن مثل چیا؟ آفرین، جی پی ای هست. مهمترینش تو کشور ما هم خیلی شایعه نسبت به بقیه واسکولایتیس ها جی پی ایه یا وگنر، که اصلا تراگادش درگیری upper respiratory tract، lower respiratory tract و کیدنیه. این باید حواسمون بهش باشه. مایکروسکوپ پن هست که بله خب پلی آرترایتیس، ولی خب اونم چیزه نادره، خیلی نادره نسبت به وگنر. بیایم سراغ بعدیش. اومده دو تا بیماری دیگه برامون گفته که بیماری نادری هستن، اما چون میکشن، اگه به مرتبطشون بالاه، خیلی مورد علاقه افراد هست که شما رو مورد سنجش قرار دادن با این بیماری ها. و علت این که انقدر مورد سنجش قرار میدن اینه که حواستون بهش باشه میس نشه. ترومبوتیک ترومبوسایتوپنیک پورپورا و هیمالیتیک یورمیک سیندروم HUS. کاش یه جمله این کتاب اضافه میکرد، می‌نوشت اینجوری: چون تو TTP آسیب کلیه‌مون اونقدر شدید نیست.
معمولا انتظار نداریم که کراتینین بالای 2 بره مگه که یک بیماری زمینه‌ای مثل اسلی باشه که علت جفتش باشه. اونقدر آسیب پررنگ نیست ولی آسیب کلیوی وجود داره. از اون ور تو HUS آسیب کلیوی پررنگ تره. حالا علتاشون هم متفاوته. خب دیگه اون میدونیم که TTP به خاطر یعنی کلا این بیماری‌ها عملاً یک توری از اون تور کنم بگم ماکرومولکول های فون برندی که اونجا هستن و الان RBC به این برخورد میکنه، فرگمنتد میشه و اون باعث میشه که خب در خون محیطی شیستوسایت ببینیم. بحثایی هستن که الان من اینجا واردش نشم. اما بروز علتهای عروقی هستن که کلیه رو درگیر میکنه. DIC که در ستینگ اصلا سپسیس اتفاق افتاد یا هر علت دیگه ای الان شروع میکنه به یک تریگری، یک تیشو فاکتور لایک مولکول های آزاد بشه. همینجوری فاکتورهای انعقادی مصرف میشه، فاکتورهای انعقادی میفته. از اونور ترومبوز داریم که خب یه پاتوفیزیولوژی مفصلی داره که باز الان واردش من نشم. اینا میتونه کلیه آسیب بزنه. تو داروها نگاه کنین، یه دارو اینجا فقط نوشته که عروق کوچیک باز درگیری میکنه، کلسینورین اینهیبیتورها. مسیر کلسینورین در لیمفوسایت های ما وجود داره و خب در نهایت منجر به سیگنال سروایوال میشه، زندمانی این لیمفوسایت ها. و داروهای مثل تاکرولیموس اینا میان این مسیر رو مهار میکنن. اما از عوارض جانبیشون اثر روی این عروق اسمال وسل هست و منجر به AKI میتونه بشه. دارو خودش برای پس دادن پیوند، یعنی برای درمان ایمونوساپرسیو استفاده میشه در پیوند کلیه، اما خودش به کلیه هم میتونه آسیب بزنه. آتروامبولای صحبت میکنم راجعش و سپسیس. این همه این علتهای عروق کوچیک رو اینجا نوشته برامون. عروق بزرگ چطور؟ فرد اتریال فیبریلیشن داره، یه ترومبوزی میفرسته داخل رینال آرتری. آورتیک دایسکشن داره، اومده پایین رینال آرتری هم درگیر کرده. واسکولایتیس عروق بزرگ داره. رینال وین ترومبوسیس داره که بسیار خودش قابل توجهه. در ستینگ کدوم بیماری دیده میشه رینال وین ترومبوسیس؟ در ستینگ کجا دیده میشه؟ یکی رینال سل کارسینوما و در نفروتیک سیندروم ها. اون کجا؟ آفرین، ممبرانوس. علتش بچه‌ها اینه که کلا این آلبومین زیر 2 بیاد در ستینگ نفروتیک سیندروم، به معنای اینه که داره انقدر پروتئین دفع میکنه که آلبومین هم انقدر پایین. پس این احتمالاً اون فاکتورهایی مثل آنتی ترومبین اینا هم الان خیلی دفع کرده، پس خیلی مستعد ترومبوسیس هست و میتونه دچار این رینال وین ترومبوسیس بشه. و یه بیماری دیگه گفت ابدومینال کامپارتمنت سیندروم. ابدومینال کامپارتمنت سیندروم یه ارگان دیسفانکشن به خاطر اینترا ابدومینال هایپرتنشنه. کار تو فصل گفت راجعش صحبت میکنیم که چیه. اینم منجر به این میشه که خب فشار داخل شکم میره بالا، رینال وین بسته بشه، شبیه به رینال وین ترومبوسیس. ولی اونجا تو ترومبوز داخل عروق، این از بیرون داره فشار باش وارد میکنه. پس با این وسل ها رو الان حواسم باشه که کلی علت براش اینجوری گفته. توی توبول چطور و اینترستیشیوم؟ از اینترستیشیوم من شروع بکنم. اونا کنید توبول ها اینترستیشیوم عکس قشنگه، واقعا خیلی خوب در آوردن. اینترستیشیوم نگاه کنید، از اینفکشن من میخونم اول. پایلونفرایتیس، سپسیس. لژیونلا هم نوشته، مهم اونقدر نیست. پایلونفرایتیس خب خیلی شایعه، میبینیم بسیار تو بیمارستان هست. فرد به پایلونفرایتیس کراتین شکم رفته بالاتر، درمان میکنه خوب میشه، این کراتین نمیاد پایین. آلرژی ها به یه چیز ترمینولوژی اسم acute interstitial nephritis. باز دارم با
اغماض از من قبول کنید، ساده سازی بیش از حد شبیه به اینه که یه پاسخ آلرژیکی در کلیه ایجاد بشه. من همونجوری که بقیه آدم دچار مثلا ممکن پاسخ آلرژیک باشن، کلیه هم که دچار این پاسخ خواستن بعد از دارویی بشه، مثلا داروی پانتوپرازول میتونه این کار رو انجام بده. و میتونیم ما همون چیزی که در آلرژی در بقیه آدم میبینیم، مثلا ایوزینوفیل زیاد باشه، اینجا هم ببینیم ندیدنش هیچ گونه رد کننده ای نیست. پس اکیوت اینترستیشال نفرایتیس یا خیلی از آنتی بیوتیک ها این کارو میکنن. بیماری هایی که اینفیلتریتیو هستند و میان اینجا رو درگیر میکنن، مثل لوکمیک کیدنی کوچولو بزرگ میشه، وایت بی سی ها میان اینجا، یا در لیمفوما و بیماری های التهابی مثل شوگرن که میان اینجا درگیر میکنن و منجر دوباره به آسیب به این ساختار اینترستیشیوم میشن. توی این فصل به شکل عجیبی از IgG4 related disease اسم نبرده. این الان هات تاپیک مورد علاقه همه هست، اونم خب در همین ستینگه، همین جا درگیر میکنه. بیایم اینجا تو این قسمت ادامه توبول یا آخرین قسمتش عملا میاد میگه یه سری تاکسین هایی بودن. این تاکسین های من یا از داخل بدنن یا از خارج بدنن. IgG4 related disease، IgG4 related disease، یعنی تو این قسمتش نام نبرده. این الان IgG4 related disease که از اون بیماریایی که 20 سال شناختنش و تا الان فهمیدم مثلا از خیلی از بیماریایی که از سالها پیش داشتن توصیف میکردن و نمیدونستیم چیه، همه قسمتی از اینه. مثلا توی تایروید این رودل تایرویدایتیس علامت‌های مختلفی میده اونجا. بالاخره به اسمش توجه نکنید، IgG4 نوشته اینجا، اسمش گمراه کننده میشه. به علت IgG4 نیست که این اتفاقات میفته، چیزی که هست که ما میبینیم صرفا ساب تایپ 4 IgG تو اینها. اینفیلتریشن اون چیز وجود داره اونجا، خب پلاسما سل وجود داره، لیمفوسایت وجود داره و تمایل پیدا میکنه سودو تومور تشکیل بده در بافت ها. مثلا خیلی از ما در بیمارستان امیرعالم بسیار زیاد این بیماری رو داریم، سودو تومورهای صورت، چشم، گونه، اینا اتفاق میاد، فرد میکنه تومور داره، بعد معلوم میشه اینه و هر ارگانی رو تقریبا درگیری میتونه کنه جز چند تا جای خیلی کم. تو کلیه هم از درگیری این مثلا جای مختلفش به چند تا شیوه مختلفش میتونه درگیری بکنه کلیه رو. در نهایت هم حتی مثلا نه فقط اینترینزیکا، میتونه مثلا فیبروز رتروپریتونال بده، مسیر کلیه بسته بشه، پست رینال AKI بکنه. میتونه آره دقیقاً میتونه دوروبر رینال آرتری آورتو بگیره، از اون ورمش خون رسانی رو کم بکنه، میتونه اینترینزیک بکنه. میگم انقدر این عجیبه، این بیماری خیلی عجیبه و 2 نفر تو دنیا خیلی روش کار میکنن. یکی جان استونه که قبلا ازش فرستادم، یکی هم یه خانم دکتر ایرانی هست به اسم آرزو خسروشاهی. این 2 نفر خیلی روی IgG4 related disease کار کردن و کار میکنن. باشه اوکی باشه. میخواین یه استراحتی بریم؟ باش بعد برمیگردیم. خیلی طولانی ازش نمونده ولی برید منطقی. آره ساعت چنده؟ 10 و 8 دقیقه. 10 و ربع شروع کنیم. 10 و ربع شروع میکنیم. 10 و ربع میبینمتون.